سلام بینندگان عزیز، در برنامه تلویزیون دولتی تاجیکستان تحت عنوان شکست فتنه شام 24 می پخش شد. ژورنالیست و عضو جامعه شهروندی بدخشان الفت خانم محمدشایوه و شوهر سابقش گنرال خولباش خولباشوف که هر دو در بازداشت هستند دستاشان خود در ناآرامی خارق و روشن را تاکید کردند. این صحبت و این اعتراف آنها در چه شرایطی صورت گرفته است ناروشن است. مؤلفان نوار ادعا کردند که طرح ناآرامی‌های اخیرا در بدخشان 26 مارس امسال محمد باقرов، خولباش خولباشوف، الفت خانم محمدشایوه حضوری در خارق و علیم شیرزمانوف مجازی از اروپا ریختند. محمدشایوه و خولباشوف در بیانات ویدیویی خود گفتند آن زمان تحت تشکیل تظاهرات در خارق بر دوش محمد باقرov و دروشان بر عهده خولباشوف گذاشته شده بوده است. علیم شیرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی سازمان فعالیتش ممنوع در تاجیکستان که در اروپا قرار دارد در صحبت با ما هستند و خوش آمدید به برنامه ما. و سوال اول ما این است که 26 مارس در خانه جانبک ظریفبکوف واخوری برگزار شده است، یعنی طبق اطلاع تلویزیون دولتی تاجیکستان، و در آن شما نیز طریق آنلاین اشتراک کردید. آیا این ادعا درست هست یا نه؟ شما چه میگویید؟ مرحبا. تشکر تکلیفتون به برنامه. خب اولا اینکه خود همین نسب همین شخصی که من او رو میشناسم همچون همسایه خودم جانبک ظریفبکوف، نسبش ظریفبکوف نیست، چون اطلاع خود کمیته دولتی امنیت ملی نادرست بوده است و البته که خولباشوف چنین آدم رو اصلا نمیشناسد و الفت خانم محمدشایوه هم شاید از نسبش ناآگاه باشد. این نفر تماما نسب دیگر را دارد و در خانه او گویا اگر چنین جلسه برگزار شده باشد این یک دروغ بیش نیست و در آن روز ساعت اگر شما هم شاهد بودید که در اون روز ساعت در بدخشان حتی به فکرم دسترسی به اینترنت هم نبود که ما جلسه آنلاینی کرده باشیم و این همه افسانه است و ما باید بدانیم که انگیزه چنین پرونده بافی، چنین پای بنده کشاندن به اون و چنین از موجود چنین جلسه چی است. و ببینید انگیزه اساسی از چنین شکل دادن همین پرونده در آن است که با روزی به گفت روسا زد نمیچسلام به تاجیکی نمیدونم چی میشود، میخواهند که مشروعیت برای به قتل عام خود در ناحیه روشان بکنند. یعنی تشکر. یعنی به گفته الفت خانم که در تلویزیون دولتی سخنرانی میکرد تشبوسی برگزاری این واخوری بر دوش شما بوده است. آیا این ادعا درست است و همین صحبت شد یا نه؟ چنین صحبت هرگز نشده است و برگردن من خواستم بگویم که چرا من خب برنامه شما که چنین امکان ندارد من رد میکنم. ببینید بعد این خولباشوف میگه که شما گویا از آنها پرسیدید که کی میتوانند تظاهرات رو برگزار کنند، یعنی که خولباشوف هم دروغ میگوید؟ با خولباشوف من در عمرم از طریق تلفن یا یگان واسطه اخبار تماسی دیگر تماس نداشتم در عمرم و یک دو باره که در سر راه سلام علیک کرده ایمو شاید صحبت یک چند لقمه پرتوی کرده ایم، دیگر من با این برادر اصلا تماس نداشتم. پس این حرفا از کجا مثلا در میان گذاشته شدن؟ از کجا که شما تماس داشتید و این حرفا رو به هم مشورت کردید و این چیزا؟ ببینید برای مشروعیت بخشیدن به اون جنایتی که صادر شده است، به اون جنایت نسل کشی که در ناحیه روشان صورت گرفت، اینا میخواهند که خب ببینید در تمام دنیا نفری که با تروریسم اتهام بسته می شود یک نشان که مشروع می شود برای یک مرگن یا دیگر دولتی که در دل خود دولت
خود در اروپا باشد خود در آسیا، همونی که تروریست اعلان شد او یک نشان مشروع میشه و برای در ما اونها رو اون مردم رو به قتل رساندن و با بعد از آن برای اون مشروعیت میسازن که پیمان ملی تاجیکستان تشکیلات اکستریمیستی و تروریستی اعلان شده است و از این جا برمی آید که شیرزمان و فلیم عضو همین تشکیلات است و پای شیرزمان و فلیم را به اینجا بکشیم تا همه این قربانی ها کشته شدن این قربانی ها را مشروعیت بخشید. جناب شیخ زمانوف، ببینید قبلا طریق الفت خانم برای تشکیل بی ترتیبی ها $13,000 شما فرستاده بودید. این دعوا اساس دارد یا نه؟ شما به این چه میگویید؟ یگان اساس ندارد. بنده نمیدونم از کجا همین 13,000 یا نمیدونم کدام رقم دیگری را اینا پیدا کردن، چون که درباره همین 13,000 اینها هنوز از نویبر سخن کرده ایستادن که 13,000 دلار را از امریکا به مردم به این گروه های متشکل جنایی روان کردند و 500,000 روبل روسی را از روسیه یا 1.5 میلیون بود روان کردند. این همان سوم هایی که فرزندان بدخشان به خاطر در بدخشان همین عنعنه است که اگر یک برادری با اجل خود به دنیا را ترک کند، خشت بار به این خانواده دست یاری دست مدد دراز میکنند. یعنی شما مبلغ یعنی $13,000 یعنی شما فرستادید یا نه؟ اینو میخواستم بفهمم از زبان شما. درباره همین 13,000 اینا هنوز از نویبر گفته ایستادند. من که در اروپا هستم، من از کجا میابم این همان شاید همان مردم بدخشان که در روسیه بود. یعنی شما میگید که شما این مبلغ را نفرستادید، همین طوره؟ چون این مبلغ را نداشتم در دستم یگان بود. نفرستادید. چون که الفت خانم همین حرفا را زد از طریق تلویزیون دولتی، یعنی تحت چی شرایط حالا برای ما روشن نیست، ولی از زبان الفت خانم این حرفا شنیده شد که شما $13,000 فرستادید. الفت خانم اگر دقت داده باشید و تحقیقات ژورنالیستی برید، چشم راستش که اون آینه های چشم راستش تاریکتر کردگی مخصوص برای اون که در چشم راستش نشانه ضرب لط و ضرب است و اون رو باید روپوش کنند و در چه شرایط این نفران رو دلخواه جنایتکار، کدام جنایتکار واقعی هم نباشد، با خواهش خود هیچگاه خود را تهمت نمی کند. و دقت کنید اگر پرونده سر مور مخفی داشته باشد، کدام نهاد اون را مور مخفی می دهد و کدام نهاد به قرار می آید که چه قسمت از آن مور مخفی را گفتن ممکن است. ببینید فهمیدم. ببینید در همین صحبت بغیر از الفت خانم که در کنارش خالباشف بود شوهرش، اونم تقریبا همین حرفا را زد که شما همین مبلغ فرستاده اید. این چیزا را میخواستم شما میگفتید. شما در تاجیکستان نخواد که شما باور دارید که در زندان تاجیکستان، از زندان تاجیکستان چیزی که آدما پیش از برگزاری دادگاه از طریق نوار پخش میکنند، نخواد یگان کس یا شما با این سوالاتتان نخواد باور دارید که چنین امکان دارد که در آنجا مرد پیدا شود که بیاید و اون چیز خواسته همون تفتیشات رو نگوید. این در تجربه خوب حیاتمون دیده، چیزی که خواهند در زبانش در دهانش میمونه. یعنی که شما کاملا رد میکنید که این مبلغ شما به بدخشان یعنی به خاروق نفرستادید. دقیقاً تحقیر میشمارم همین گپ را نسبت خود همون عیبدار شونده ها، تحقیر میشمارم نسبت اون قربانی ها. ببینید با آغاز این نارامی ها، یکی در خاروق، در برخاروق و یکی در روشان
که این حادثه ها رخ دادن و در اینجا با آغاز برنامه‌های تلویزیونی دولتی تاجیکستان نام شما در سرخط بود که در این کارها شما دست داشته اید و دامن میزدید. به این سوال چه میگوید؟ در این کارها من خیلی دست داشتم، همچون هر بدخشانی فعال جامعه که در شبکه ها است، در شبکه ها فعال است. هنوز از سال 2018 به این سو مردم تحت تعقیب و فشار شدید در بدخشان است. مردم بدخشان و هر بدخشانی که فعال شبکه های اجتماعی بود همش صدا بلند میکرد و از جمله بنده صدا بلند میکردم و علاوه بر اون نام بنده را به اون خاطر در اینجا وارد کردن که خب چون تماشابین زیاد داشتم، چون اعتماد نسبت من زیاد است، برای همین اینها باید مرا سیاه کنند. اینها باید همه اونها اون نفرانی که لیدران بدخشان کی لیدران غیر رسمی بدخشان کی اعتبار دارند هم نام همه را سیاه کردن در کار است که با این واسطه میخواهند جنایت خود را سفید کنند، خود را در همین جنایت سفید سازند. تشکر. به عنوان سوال آخر و میخواستم خیلی کوتاه پاسخ میدادید. مقامات تاجیکستان با شروع عملیات در خاروخ ببخشید در روشان آنها گفتن که عملیات ضد تروریستی. شما به این عبارات چی میگویید؟ عملیات ضد تروریستی، این تروریسم مفهوم معینی است، او را حتی قانونگذاری تاجیکستان معین کرده است. اگر گروه جنایی حتی اگر مسلح باشد و در مقابل مقامات قدرتی که برای بازداشت این گروه آمده باشد و از سلاح استفاده برد، این گروه را هنوز تروریستی گفتن نمی شود از روی قانونهای موجوده جمهوری تاجیکستان. تشکر زیاد. و بینندگان عزیز اگر سوال دارید مرحمت به عنوان رادیو آزادی بفرستید. من میرزا نبی خالقزاد بودم. تشکر زیاد و تشکر به شما علیم شیر زمانو.